از بوسه تا عشق. تو محوطه باغ هرچی برای نشستن هست جمع کنی، فقط نیمکت‌ها بمونن. شما لباس مخصوص نداری؟ میخوام امشب همه منظم پوشیده باشن. پیرهن سفید، شلوار سیاه یا دامن سیاه. چشم خانم، حتما. خوبه؟ زود باش انیسه. اومدم شکری. گوش کن، یه وقتایی بیا به خونم سر بزن باشه؟ یادت نره در قفل کنیم. بزن قدش. دارم با تو حرف میزنم. باشه چشم. باور کن فکرم پیش این میمونه. واسه چی؟ دختر به این بزرگی، تازه منم هستم. میدونم خیلی تو زحمت افتادی نعیمه. تعارف نکن، چه زحمتی. چه کار واسش میکنم، تازه لامیا با هم دوسته. نعیمه جون خیلی ناراحتم از اینکه نکنه مجبورت کرده باشم. یالا انیسه، شب شد دیگه. اومدم دیگه. خوش بگذره، اصلا نگران نباشید، من هستم. بریم دیگه. ممنون. به سلامت برین، خوش بگذره. نگاه کنه انگار داریم میریم غربت. بابا لامیا حرفام یادت نره. وای آب یادم زود باش داداش، برو دیگه، چرا وایسادی؟ خدافظ. چی کار میکنی لامیا؟ حرفام یادت نره. نگران نباشین. دختر خدا مرگ. آره. بیا بگیرش. این کپیشه، اصلش پیش منه. ممنونم آقا. این که توی دستمه یه بمبه. بمب. ولی اگه اسم من وسط بیاد قسم میخورم از به دنیا آمدنت پشیمون میشی، فهمیدی؟ اصلا نگران نباش، منبعش مخفیه، به هیچ عنوان فاش نمیشه. حالا دیگه برو، احتیاط کنم. فردا صبح قوقا میشه. بریم. بفرمایید. بیا لیلا جون، بیا دخترم. خب که نبودین عمه جون. نه دخترم، فقط یکم دراز کشیدم که استراحت کنم. نه تو رو خدا خودتون اذیت نکنین. من اومدم یه سر بهتون بزنم. متشکرم عزیزم. خب فشارتون چطوره؟ میخواین اندازه بگیرم؟ خوبم، به خدا خوبم. قرار شب هممون به مهمونی مانیر بی بریم. آره. به چی نگاه میکنی دخترم؟ هیچی. میخواین ببندم؟ باد میاد. خودت میدونی دخترم. شما استراحت کنی، من دوباره میام. برای شب آمادتون میکنم. باشه عزیزم.
فقط استراحت کن، یه وقت بهت بد نگذره. با این پام دیگه چی کار میتونم بکنم؟ اصلا به مهمونا نمیرسی. خب تو به اندازه کافی میرسی دیگه، زیادیشم خوب نیست. تو رفتارت با کنان یکم بیشتر دقت کن. همه دنیا دنبالشن، ولی الان تو ویلای تشریفاتی ماست. تازه اون پسر عمتم هست. زشته. باشه نگران نباش، الان میرم بهش کولی میدم. باعث خجالتمی، به خدا باعث خجالتمی. معنی خجالت رو فردا میفهمم. کاش تو خونه مونده بودم. واسه چی؟ همین جوری مزاحمتون نمی شدم. دست بردار نکنه نامزدت اینجاست. دستتون درد نکنه، من همچین کاری میکنم؟ حتی صورتش رو درست و حسابی یادم نمیاد. وا، پس چرا میخوای باهاش ازدواج کنی؟ انیسه خانم اینطوری مناسب دیدن، من چی کار کنم؟ مگه میشه به خواسته کس دیگه ازدواج کرد؟ ناسلامتی میخوای زنش بشی یا؟ وای، این چه حرفیه میزنین؟ چیه مگه دارم راستشو میگم؟ باشه ساکت، از یه چیز دیگه حرف بزنیم. وای خودتون خجالت کشید. این خونه از ویلای تشریفاتی خیلی دوره. برای چی پرسیدی؟ همینجوری. نعیم خانم، حرفای مدیر برنامه‌هاش یادته؟ اون گفت که میخواد برام دیالوگ بزنه. از اینجا نشنوی. اگه برا من بزنه و نشنوم خیلی زشت میشه. ویلای تشریفاتی رو نمیدونم، ولی مطمئنم امشب تو مهمونی جاویدان خانم ساز میزنه. جدا؟ خب تو هم بیا. دیگه چی؟ چرا که نه؟ مگه مهمون من نیستی؟ قرار نیست تو خونه تنها باشی، با هم میای. جدی میگی نعیم خانم؟ آره دختر، پس چی؟ یکی از لباسام بهت میدم بپوشی. واقعا؟ آره حالا بیا ببینم چیز مناسبی واسط پیدا میکنم یا نه. یعنی منم میام مهمونی؟ آره پس آره باورم نمیشه. زود باش. چه لزومی داشت؟ چرا دختران رو امیدوار کردی؟ مگه میشه آخه؟ ای بابا مگه چیه؟ لامیا فقط میاد آهنگ حسین کنان رو گوش بده، همین. از کجا میدونی کی میزنه؟ میزنه، قول داده. چقدر خوشگل شدی دختر. بذار ببینم، دستتو بیار پایین. چقدر لباس بهت میاد. ولی با این موها نه. باز کن ببینم، باز کن. زود باش. باز نکن نعیم خانم، اینجوری خوبه. فقط میخوام نگاه کنم، یه لحظه وایسا. اصرار نکن، اون هنوز بچه است. بچه چیه؟ اون 18 سالشه. میخوام مثل یه دختر جوون به نظر بیاد. کار بدی میکنم؟ تو رو خدا بذار همینجوری بمونه. خیلی خوب. اگه یکم به سر و روت برسی از همه خوشگل‌تر میشی، ولی همینجوری هم خیلی خوشگلی. همه حیران اگه آمادین میشن. یواش یواش را بیافتیم، داره دیر میشه. یه لحظه وایسا. عالی شدی. وای کیفم. وایسی. به به خوشتیپ باش. بازم میخوای بره ترکونی نه؟ انگار اطرافم برام مهمه. ولی بی زحمت به جاویدانم اهمیت بده. اون فرق داره. آره خودش خیلی هم فرق داره. اصلا شبیه زنه که تا حالا باشون پریدی نیست. خیلی با کلاسه، خیلی باهوش، خوشگل و خیلی هم پول داره. تازه شرکتشون خیلی هم از هنر پشتیبانی میکنه. فکر کن اسپانسر آلبوم جدیدت هم میشن. بعضی وقت یادت میره نزدیکترین دوستمی و مثل مدیرا حرف میزنی حسام. الان تو تعطیلاتیم. راستش زیادم تو تعطیلات به حساب نمیاییم. ما برای تمرین اومدیم. خودت هم میدونی که قرارداد داریم. باشه.
باشه بریم دیگه. تا حرف کار پیش میاد بازم بحث عوض میکنی. میدونی که باید یواش یواش شروع میکنیم. یالا فعلا جاویدان خانم منتظرمونه. نکنه راستی داری عاشق میشه. هیچ وقت. من تسلیم شدم. آفرین به جاویدان، فکر چه چیزایی رو کرده. به روش نمیارم مانیر بی، ولی خیلی وقت جاویدان رو اینجوری ندیده بودم. گمونم از حسین کنان خوشش اومده. فکر میکنم که اینجوری باشه. نظر تو چیه؟ چرا که نه، این دوتا خیلی هم به هم میان. به نظرت کنانه که داره ساز میزنه؟ نه اون نیست. بیا عزیزم. زود باش. نعیم خانم بهتر نیست نیام؟ شوخی نکن، را بیافت. جدی میگم. تا اینجا اومدی، یالا را بیافت. زود باش بیا. خوش آمدید خانم، بفرمایید. خوش آمدید. مشیر بی، با همچین برنامه ریزی زبون من بند اومد. انگار زودتر از همه رسیدیم. هنوز خیلی نیومدن. خیلی خیلی خوش اومدین. خوش اومدین، بفرمایید. سلام. 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 حالتون چطوره؟ خوش اومدین. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. موزیک زنده واقعا قشنگه. جاویدان عزیزم از استانبول دعوتشون کرده. انگار خانم کوچولو به موزیک علاقه دارن. بله. سلام. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. بفرمایید. قدم رنجی کردین، بفرمایید. زیر دست و پا نچرخ. از فامیله شکری خودمونه، یکی دو روز مهمون ماست. اسمت لامیا بود درسته؟ بله قربان. ماشاءالله خیلی هم خوشگله. خیلی خوش اومدی. عالیه. آفرین. آهنگ تو خیلی قشنگ میزنم. خوشم اومد. خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. قدم سر چشم ما گذاشتی. بفرمایید. سلام. خوش اومدی. خوش اومدین. صفا آوردی. سلام. خیلی خوش اومدین. حالتون چطوره؟ بفرمایید. خواهش میکنم. حالتون چطوره؟ سلام. خوش اومدین صاحب بی. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. صفا آوردین. بفرمایید. حال روزتون چطوره؟ اوضاع بر وفق مراده؟ چی بگم؟ مثل همیشه. خب خدا رو شکر. ببخشید. چیزی نشد. خوبم. یکم مراقب باش بچه. معذرت میخوام، ندیدم. ایرادی نداره. حالتون خوبه؟ ببخشید. چیزیتون که نشد؟ نه چیزی نیست. بفرمایید. پای زنه رو له کردی، چرا خراب کاری میکنی آخه؟ نعیم خانم ببخشید، من میرم. ولش کن، خوب کردی دیوونه. تریپشو به هم ریختی، دلم خنک شد. به خدا خیلی خجالت کشیدم. بیشتر از این نمیتونم بمونم. شوخی میکنی؟ بس کن دیگه. نه اصلا به من چه؟ آهنگ کنانه که از دست دادی اون وقت میفهمی. از تو ویلا گوش میدم. میشه این نوشیدنی هم برای من بیاری؟ اونجاست.
تبریک میگم. تبریک میگم. برای دعوت این گروه موسیقی متشکرم. البته مثل شما نتونستم بزنم. نه، واقعا خیلی موفق بودن. خوشحالم که پسندیدی. سلام، حالتون چطوره؟ چه کارهای قشنگی کردین. مانیر بی به من گفت که همه چیزو از استانبول آوردین. خیلی عالیه. کنان اون عشقشو اعلام کرد. دیگه میخوای چی کار کنه ها؟ کمک نمیخواید؟ نه عزیزم. چقدر خوبه که ما هم عشقمون رو تازه احسن، کنیم. مرحبا. بله. بیا نماینده مجلسمون اومد. مگه نه عزیزم؟ میشه دستتو بکشی؟ خیلی خوش اومدی. خیلی متشکر. اینجوری بهتره. بله. خوبه. کدوم روزنامه ها؟ همشون؟ خوبه. باشه، خداحافظ. برای من و لامیا یکم شیرینی میاری؟ من میارم. همش روی پای مردم راه میری. مطمئنم امروز پات به زمین نخورده. ببخشید. صبر کن یه لحظه. کنان جان، میخوام با نماینده مجلسمون آشنات کنم. بیا. پای کنان رو لگت کردی؟ ایشون خواهرزادم حسین کنانه. بازم لگت کرده. سرتو بالا بگیر ببینم. نماینده محترم مجلس. خوشبختم. سلام کنان بی. بهت خوش میگذره؟ چه خبر؟ آبیاری مشکل خیلی بزرگیه. باید از منابع خوب استفاده کرد. وقتی من شهردار بشم پروژه های فوق‌العاده‌ای دارم که همشونو تک تک به اجرا در میارم. خیلی خوبه، بسیار عالی. جاویدان خانم، انگار رفیق بی با شما کار داره. جدی باشه. قربان با اجازتون. خیلی از آشناییتون خوشبخت شدم. منم همینطور. بازم میبینمتون. به امید دیدار مجدد پرنسس جاویدان. خوشحال میشم. با اجازتون متشکرم. برید راحت باشید. با آرزوی موفقیت. داره یه آهنگ میسازه که واقعا فوق‌العاده است. که اینطور چه جالب. شب جلوش هیچی نیست. براتون اجرا میکنه. آهنگش چجوریه؟ دیشب اجازه داد یکم گوش بدم. واقعا توصیف ناپذیره. چیزی نمونده صاحب بیت توی پوسترها شماره کنار خودش بذاره. اگه بگم پیشنهادشو کرده چی؟ باورم نمیشه. میشه یکم از اون شیرینی برام بیاری؟ خودت برو بیار دیگه. مثلا که اینطوره با هم بریم. خب چی برداریم؟ چطوری؟ بهت خوش میگذره؟ به کنان گفتم میخواد برات ویولون بزنه. واقعا؟ خیلی ممنونم. همش از من حرف میکشین. اصلا از خودتون چیزی نمیگین. چی میتونم بگم؟ تقریبا 7 روز هفته رو کار میکنم. یعنی همه چی تکراریه. عشق چی؟ اصرار نکنین. نمیتونین ازم حرف بکشین. یه ماجرای عشقی پشت سر گذاشتیم.
به اینجا برای مخفی شدن اومدی. درسته، برای مخفی شدن اومدم، ولی نه به خاطر عشق. حس میکنم خیلی خستم. انگار تو زندگیم چیزی برای خودم ندارم، فقط کار. حیف شد. در حالی که چشماتون آماده برای عاشق شدن نگاه میکنم. بعضی وقتا لباتون انقدر اندوهناک به نظر میاد که اشتیاق پایان دادن به اون اندوه داره آتیشتون میزنه. آدم خیلی سخت میتونه خودشو کنترل کنه. چه خبره؟ هیچی. ببینم چیزی پشتت مخفی کردی؟ من چی دزدیدی؟ زود نشون بده، زود باش. من چیزی ندزدیدم. آقا شفیق بدو بیا اینجا. بس دیگه کنان، کافیه. بیا، کجا داری میری؟ ممکنه کسی ببینه، خدا میدونه چه وضعی میشه. خیلی خوشگله. یه نگاه به آینه بندازم. منتظر بمون. پس چرا داری گریه میکنی؟ اگه چیزی ندزدیدی اون چیه که پشتت قایم کردی؟ نشون بده ببینم. ببین چطوری مظلوم نمایی میکنه، نشون بده. چه خبره اینجا؟ یه چیزی برداشته و پشتش قایم کرده خانم، نشون نمیده. خانم نشون بده. کارت خیلی زشته. یه دقیقه صبر کن. عزیزم تو این خونه کار میکنی؟ هنایی؟ هنایی همسایه ماست. ببخشید کنان بیب، من فکر کردم یه چیزی برداشته، آخه پشتش قایم کرده بود. گریه نکن. بگو چی شده؟ خوردم به میز، از روش یه چیزی افتاد، شکست. وای. از دست تو بچه. مشکلی نیست. تو هم مثل بابات میمونی، ولی دزدیو خیلی زود شروع کردی بچه. من دزدی نکردم. به من دروغ نگو. ساعتو هر جا قایم کردی بیار، میدم دست پلیسا. برادر خواهش میکنم. گوش کن، نمیخواد بترسی. هر جا قایمش کردی بیارش. من داییتم از این فاجعه خلاصی ندارم، ولی اگه تو به دزدی ادامه بدی مثل پدر تو زندان میپوسی. برو بیار پسرم، کاریت ندارم. یالا برو. این دیگه چیه؟ این ساعت مال پدرمه. به جای ساعتی که گم کردید اینو بردارید. مال شما پیش من نیست.
نعیم خانم، من داشتم دنبال شما میگشتم. راست میگین؟ چقدر خوب. حنایی با شما اومد؟ آره. چی شده؟ الان داشت بدو میرفت. کاری کرده؟ خدایا منو بکش. الو لامیا، خدا نکشد دختر، یهو کجا گذاشتی رفتی آخه؟ احتمال میدادم خونه باشی. نعیمه خانم، از قصد این کارو نکردم. میدونم گوش کن یه لحظه. وقتی شکست خواستم بیارم بچسبونمش، اونا فکر کردن دزدیدم. خیلی خوب، گریه نکن، چیز با ارزشی نبوده که. گفتم گریه نکن دیگه. گوش کن، کنان بیم اینجاست، میخواد باهات حرف بزنه. کنان خان؟ الو حنایی؟ الو. بله. حرفم تموم نشده بود فرار کردی. ولی به خدا من یه لحظه اجازه بده، هنوزم گوش نمیدی. گوش میدم. من میدونم تو تقصیری نداری. اینجور اتفاقات پیش میاد. یه چیز شکسته رو میشه جایگزین کرد، ولی لحظاتی که گریه میکنی و خودتو سرزنش میکنی جایگزین نمیشه. هنوز داری گوش میدی یا نه؟ احساستو خیلی خوب درک میکنم. بهت توهین شد، حقتو پایمال کردم، نتونستی از خودت دفاع کنی. ولی من همه چیزو حل کردم. ازت معذرت میخوام. اصلا خودتو ناراحت نکن. باشه حنایی؟ باشه؟ باشه، ممنونم. خواهش میکنم. تماس شما برام اینقدر مهم بود که چی شد؟ یه قلب کوچولوی شکسته رو ترمیم کردیم. با اجازتون. خواهش میکنم، امیدوارم بازم ببینمتون. چی شد؟ گریه میکرد. با من حرف زد. حسین کنان با من حرف زد. میخواد برام ویولونم بزنه. باورم نمیشه. کم مونده بود دیگه تو رو با انبردست از جاویدان خانم جدا کنم. خیلی زیباست. به نظرم یه پیشرفتم داشتی. دیگه بهش میگی تو، نه شما. چی فکر کردی؟ از امشب به بعد جاویدان خانم پرنسس فولاد شرکت صنعتی معروف؟ معشوقه رفیقته. این عالیه. بریم جشن بگیریم. نه دیگه، به اندازه کافی جشن داشتیم. فردا باید زودتر پاشی. بدهت قول دادی، یادت که نرفته. چرا جلومون نگرفتی؟ فردا با هم به جلسه میرین. قراره تو رو در حال پشتیبانی از نامزد شهرداری ببینن. فوقش 1 ساعت طول میکشه. بعدش هم برمیگردی. این کارای اجباری دیوونم میکنه. بس دیگه غر نزن. بهش گفتم از پس فردا میخواد سخت کار کنه. دیگه راحتت میذاره. دیگه بهت گیر نمیده. جناب عالی هنوز دایمو نشناختی. شب بخیر. شب یادش رفت.
صبح بخیر. صبح بخیر. باید تا یه ساعت دیگه تو اتحادیه صادرات انگور باشیم. بعدش هم باید برای نهار بریم. کنان از دعوت نهار خبر که نداره برادرم. فقط جلسه رو میدونه. اونجا بهش میگم. بیا دخترم، روزنامه ها رو بده به من. بفرمایید. بذار ببینم. ببینیم مصاحبه کنان چاپ شده یا نه. ببینم چای آماده است؟ بله چای آماده است. الان میارم. این دیگه چیه؟ چی شده برادر؟ چی شده؟ خدا لعنتشون کنه. چی نوشته؟ صبح بخیر. کارمون تموم شد. نابود شدیم. خدا لعنتتون کنه. مادر کنان چی شده؟ بی شرفا. آخه چی شده؟ باز چی شده؟ کنان نگاه نکن پسرا. راز بزرگ حسین کنان. نامه اعتراف قبل از خودکشی نایلگون پدر حسین کنان گون که به جرم دزدی 20 سال به زندان محکوم شده. نامه خودکشی؟ دروغ پسرا، به خدا دروغ. ملک کافیه دیگه. اگه پدرم خودکشی کرد نامه‌ای که همه چیز رو اعتراف کرده. پدرم بیگناه بود مادر. مامی جون آروم باشین. اگه بیگناه نبود حقشو پایمال کرده بودن مادر. بعدش همه چیز روشن شده بود. اگه پدرم بیگناه نبود مادر. خدا لعنتشون کنه. چرا حرف نمیزنی؟ خیلی خوب کنان، یکم آروم باش. مادر اون نوشته ها حقیقت دارن؟ چرا جواب نمیدی؟ بفرمایید ببین چی شد. مادر گناه آب بیار. ماجده. مادر الو بفرمایید. فعلا توضیح برای این ندارم. خواهش میکنم بعداً تماس بگیری. بله کنان از هیچی اطلاع نداره. این فقط یه شایعه است. مادر جان بیار دخترم بیا. مادر جان تقصیر من شد. نگران نشو پسرم، چیزیم نیست. بیا مادر جان اینو بخور. بگیرش. معذرت میخوام پسرم. اینم بگیر. خواهش میکنم الان چیزی نگو. خواهش میکنم. الان نامه رو از کجا پیدا کردن؟ چه نامه‌ای؟ ملک اگه نامه پیش تو نبود پس همچین نامه‌ای وجود داره. نوشته ها حقیقت داره.
نامه اینجاست پسرم. اون نامه نایم شارممه؟ برای کی نوشته؟ برای کنان و عفیفه. نمیفهمم. نامه که اینجاست. یعنی کپیشو پیدا کردن؟ پدرم معذرت خواسته برای تمام دزدی‌ها و کلاهبرداریاش، برای آزاری که به دیگران رسونده معذرت خواسته. اعترافات کلاهبردار و دزد بزرگ. پولایی کسیه که کلاشو برداشته تو قمار باخته. اون نفرم وقتی همه چیزشو از دست داده، زن و بچهشو ول کرده و خودشو کشته و پدر منو مسئول مرگش میدونسته. عذاب وجدان گرفته بوده. با این شرم دیگه نمیتونسته زندگی کنه. با سپردن ما به خودمون خداحافظی کرده. پسرم پسرم. این چه جور آدم؟ یعنی پدرم همچین آدمی بوده؟ چقدر به مادرت گفتم بذار بچه ها بدونم، ولی اون گوش نداد. حالا دیدی ملک؟ یعنی الان بهتر شد؟ بالاخره یه روز فاش میشد. افتضاح شد، افتضاح. عوضی. بریم. آره دیگه برید بیرون. ما بریم بیرون. چرا به من نگفتی مادر؟ چرا؟ خیلی کوچیک بودین. شما رو بدون پدر بزرگ کردن سخت بود. هضم این یکی هم براتون خیلی سخت‌تر میشد. بعدش هم دیگه نتونستم بهتون بگم. تو ما رو به بیگناهی پدرم قانع کرده بودی. چی کار باید میکردم؟ همین جوری هم ناراحت بودین. به خاطر زندانی بودن پدرتون سرکوف میخوردین. خواستم یه امید براتون باشه. عاشق شدن خودمم یه اشتباه بود. البته که توضیح میده. فعلا خیلی شوکه است. همچین چیزی نیست. البته میبینمتون. خداحافظ. یعنی کی این کارو کرده؟ کی؟ یکی داره با آبروی خانوادمون بازی میکنه، ولی من پشت این قضیه رو ول نمیکنم. تونستی اسم روزنامه نگارا بفهمی؟ بله، ولی تلفنشو جواب نمیده. جواب بده یا نده من میدونم باهاش چی کار کنم. به خاک سیاه میشونمش. میگم اخراجش کنن تا بفهمه با کی طرفه. صبر کن پدر، صبر کن. درست نزدیکای انتخابات رابطتو با روزنامه نگارا خراب نکن. اون یارو چه گناهی داره؟ معلومه که کسی نامه رو بهش داده.
مگه نامه شوهرعمه‌مو تو زندان پیدا نکرده بودن؟ دیگه به اون بیشرف نگو شوهرعمه. حالا هر چی که هست. شاید کسی که کنار جسدش پیدا کرده قبل از اینکه به عمم بده یه کپی ازش گرفته. نمیشه یعنی؟ بعدش هم سالها نامه رو نگه داشته که شاید پسر نایل خان یه روز معروف شه و بشه حسین کنان، اونم نامه رو به یه روزنامه‌نگار بفروشه و پولدار بشه، مگه نه؟ همینجوری پرت و پلا میگه. من چه میدونم. به نظرم رسید. حتما دست یکی بوده دیگه. شاید هم یکی ازش کپی گرفته و داده به یه روزنامه‌نگار. بعدش هم گذاشته سر جاش. از خانواده خودمون؟ امکان نداره. سوال اینه که تو این خونه کسی هست که از این قضیه خوشحال بشه؟ نه جانم، مگه همچین چیزی ممکنه؟ همچین چیزی به نفع کیه؟ شاید یه جور انتقام باشه. آره واقعا هر کی که هست مشکل بزرگی برامون درست کرد. مهمتر از اینکه بفهمیم نامه رو کی داده، باید بدونیم این اوضاع رو چجوری درستش کنیم. بعد میگم